تایلان یکی از قوی ترین شاگردهای استاد شیفو بود و آن بعد عذاب در اومد و افتاد در هلوفتونی. بعداً ارباب شن یکی از پادشاهان بزرگ در او هم پدر مادر خود را کشت و خودش در اونجا حکومت کرد. ژنرال کای هم با استاد اوکوی همدستی میکرد و با او مبارزه میکرد. او به خاطر بدبینیش با استاد اوکوی نیروی چی را از استادان دیگری میگرفت. آفتاب پرست هم یکی از مثل ژنرال کای بود که نیروی چی دیگران را میگرفت و قدرت را به خاطر خودش میکرد. حالا نظر شما چیه؟ در کامنت برام اصلاح کنید تا به هم بگین که قوی ترینشون کیه.